زنتا در وقتی به پلید میشناسی، فرزند پدرت در وقتی تقسیم کردن میراثش میشناسی. اگه او رو در بای فروخته، مقصد که باید سرپرستی با قوت فروخته و روزهای نزدیک او در خارج اگه پاوز می‌بینی. راستش رو گفت بعدی حاجی شدن به عشق بازی هم نقطه گذاشته یا کم کم زیر پوست هست. راست دیگه بگم اول همه چیزها در جانم زد، در دلم زد. میگه نگاه دوای دفشه نبینم افتکی نه که جدا میرم در زاپراوکا میدرم بنزین زاپراوکا هستم اینای من پرایزش هستن خیلی بچه‌ای که کیان نمیشناسن دست بخیر اینای من با کمی واجرا پرکو نه چه اینجاش چورنی بلی که وقتش میفهمم این خیلی گپای چیرا روی هم نکنه وقت چون میبینم حجوی خچون با همو یوموری خچون با همو کلونی خچون مردم نصیحت کرده چه با موناتونی در شبکه‌های اجتماعی چشممون با یک نوار رفت که تماشابین زیاد رو دقت تماشابین زیاد رو جلب کرده است به خود 90% هم نباشه 80% دیگرگونی میبینم در خودم خرابازی را بس میکنم مسخره بازیش گناهه وقتی که من ترا بینی درازه میگم میخندم من ترا مسخره میکنم در بین 10 آدم در گپی من بینی درازی ترا دیدم میخندم تماشابینان عزیز شخصانی میخواست که از روسیه به تاجیکستان بروم یا که از تاجیکستان به تمام شهرهای روسیه یک شرکت بهترین برای شما توصیه میکنم که این برادر شخصی با اینکه چندین سال در این سیستم کار میکنه به یگان کمبودی نسبت به دیگر شرکت ها نقش ارزانه در مدت کوتاه بردن میبره یا میاره مرحمت این نمیجا رقمش هسته زنگ بزنه معلومات پر را اخچام بگیرین اینامی کانال مهرو پرو سلام بگین با حتما سکیتکای بخگی میکنه بعد شخصانی که برای گرانیس گذاشتن همه وقته وری شرکت بخا یا کمون طول 1.5 سال میشه خودش همکاری داریم به یگان پادوادیت اگر کدامی که شکایت داره اوید همین شرکت در رقم‌های واتساپ ما مراجعت کنه پولش واستنابید میکنیم این هم رقم‌های شرکت بخا بدونیم به یگان کمبودی گرانیت میره هر روز سفر داره سلام و درودی به پایان با کلی هواداران کانال مهرو پرو و اینچنین با پادپیچکانی همیشه فعال ما که پیوسته ما رو تماشا میکنند و انتظار برنامه‌های نو و جدیدی ما هستند امروز برنامه استوریز است مهمان داریم با یکی از بهترین نفری راهی صنعت سابق حجم‌نگار امروز گرچند که رویه خود را عوض نمودند ولی از ساحه یوتیوب شو بیزنس دور نشدند حاجی دوست مراد شریفوف مهمانی برنامه ما هستند خوش آمدید سلامت باش برادرم دوستان عزیزی سلام باشی شما رو معرفی میکردم بندی دلم لرزید برام خاطر که شما رو حجم‌نگار بیام ما بودو قهرتون نکرده باشه نه اکبر چیزی که هست میگه اون چیزی که عیان است حاجت به بیان نیست ما حجم‌نگار هم بدیم مقصد چیزی بود نبود هر یک چیز در وقت خودش میگن هر سخن جا داره مکان داره هر چیزی بود در جوانی بود مایده اینا سین و سال هم رفته است هر یک چیز با سین و سال یگان بایش نیست گپ زدن بگه 10000 ما با تماشابینان خود وعده داده بودیم که همین که دوست مراد حاجی شدن حتما یک برنامه خوب پیشنهاد میسازیم و این تقدیر رو ببینید که بعد از 2 سالی که شما حاجی شدید و باز همین صاحب شما رو کم و بیش میبینیم کم و بیش هم زیادتر میبینیم ولی در رویه های دیگر میبینیم یعنی که برنامه های دیگر شده است ایده ها پلی دیگر شده است یعنی شما رو میبینیم میگفتید که چی ها دنیای شما رو پس از حاجی شدن عوض نمود من خودم خیلی چشمامو میپوشم خودم فکر میکنم 90% هم نباشه 80% دیگرگونی میبینم در خودم من برای خودم زندگی میکنم چیزی که خودم در معقوله همو کارا میکنم مقصد که چیزی که در جوانی هست یگان مرده که 40 ساله دیگه کار جوانیش کرده نمیتونه خیلی است چیزی در جوانی بود و گذشت روزی خیلی که گفتم میخوام که با سن سال خودم با چیزی که دیدم در نسل نوراس بفهمونم که ایش خطوای ایش درسته از چی عادت‌ها دست کشیدید از چی عادت‌ها دست نکشیدید مقصد امروز زندگی شما چون از پیشتر چی فرق میکنه مقصد میگه ادب رو از کی آموختی از به ادبان آن کاری که به ادبی میکردیم و در جوانی در دیسک کلوب ها میرفتیم کار و فعالیت میکردیم و مقصد دیگر کارهای چی میگن همین کارهای نقص العقلانه میکردیم همون کارا رو بس کردیم دیگه فرقیت همین که دیگه هم کارا رو نیستیم شکر خدا میگیم که همین کارا رو فقط دیگه خداوند خودش اراده خداوند خودش در دلت که انداخت خودش اتوماتیک بس میشه ما پیش خونه خدا رفتن ما الکی 50% کارا رو بس کرده گیردم نمیکردم هر کارای مقصد کارایی که گناهی من نمیکردم
حاضرم کوشش میکنیم که اگه شیطان برنده رو های ما گفته نمیتونیم که ما گناه نمیکنیم. نگه ناکرده گناه در این جهان کیست بگو؟ آن کس که گناه نکرد چنان زیست بگو. من بد کنم و تو بد مکافات دهی پس فرق میانی من و تو چیست بگو. من هیچ وقت مسیحی به گناه نمیگیرم. من چند که جان دارم کوشش میکنم که گناه نکنم. فقط خدا را زوره میکنم در هر یک نماز خوندگیم که مرا برای راست هدایت کو ایمان مستحکم کو. خدا را فقط هم زوره میکنم که مرا مسلمان کن. تمام. بهترین حج زندگی شما بود. با شما نان داد، با شما نام داد و خلاصه همه بود و نبود شما از روی حج با چشم مردم نمایان شد. مشکل نیست یک بار ترک کردن ساحه حج. حج در زندگیم حج و همش این زندگی که ما زندگی میکنیم همش صحنه و تئاتر و حج و من هیچ وقت نگفتم که حج و بس میکنم. من مسخره بازی را بس میکنم. مسخره بازیش گناه است. وقتی که من ترا بینی درازه میگم میخندم. من ترا مسخره میکنم در بین 10 آدم در گپی من بینی درازی ترا دیدم میخندم. اون وقت من گناه میگیرم. او برای که دل شما را رنج میده. ای همه دل رنجونی گنده. نکیم که من یک کس با خنده نصیحت کنم و او عبرت بگیره اوش گناه نیست. فقط مسخره کردن گناه است. من پیش همه ملاها میرم میشنم، پیش عالما میرم میشنم، سوال جواب میکنم که مرا کورم میای، مرا زندگیم 5 نیست. هر کس خداوند به هر راه نام میته. ما کار خودم نما صدقم باشم و تربیتی کنم و مقصد تحقیرآمیز نباشه، برای خوب باشه یگام با کم ندارم. من گپم در همه جا گفتم با میگم که مقصد کاری که فایده خلق ده باشه. سال پیش بود خورپشتک میگفتن در گازیت ها بود. بعد زمانی بود که چارلی چاپلین برآمد. میدونی چقدر چارلی چاپلین اگر تماشا کنی و ببینی یک دنیای دیگه داره. مقصد وان در سیر کار میکرد. یوری نیکولین وان در سیر کار میکرد. اینا حاضر من در سیر کار میکنم. مقصد که باید تونستن در روی دنیا نامشون بشنونن. تا حاضر نصیحت های چارلی چاپلین در اینستاگرام تماشا میکنیم. نصیحت های چارلی چاپلین یا که سخنهای طلایی یوری نیکولین میمونن. البته تونستن با همو حجم خودشون، با همو یوموری خودشون، با همو کلونی خودشون مردم نصیحت کرده. چرا ما نتونیم؟ ما هم یکی پیروای همیم میخوایم که خلق تربیت کنیم. نسل نورس بعد ای ما را تربیت کنیم و یک سخنی نیکی ما را گرفته پیشکارشون کنن و پیشرو باشن. و از میان بلاگران یکمین نفر شما بودید که برای اثبات کردن این با مسکو سفر کردید. من دروغ نمیگم، راست گپ میگم. من ایقافای کارهای خودم بدم. یک شرکت فورم بود که بار می آوردن. من برای وای با یک دو کس برادر بلیت سمالت میفروشم. وای یک 4 تا رکلام شرکتی بود دیگر مرا دعوت کردن به دولت روس. من رفتم الکی 2 روز بود در مسکو بودم که یک همه اوضاع 5 شد. من راست گپ بگم رفاقت نمیدونستم که در مسکو خبوتیر شدید. بعد شاگردی شما بود. بعد همین خیلی برآمد. بعد زنگ کردم این طرف و طرف کوشور کردیم که در کجای همین من خیال میکردم در ترکیه. بعد زنه در همین مسکو. بعد کوفته یافتمش. میگم چوبای خیلی کردی خود در استوری خودت موندی. میگم من راستی پیش هم ملودا بودم دیدم صورت موندن. نه چه خیلی کسی استوری میکنه تا استوری رو میگیری دباویت میکنه که خودت دام. میگم من استوری رو دیدم نخونده خودم نگیرم دباویت کردم با تلفن مکشتم و در اومده مسجد ملا با خوند 2 ساعت پس برآمدم که الکی کار به درجه را رفته رسیدم. بعد خیلی با علاقه برآمدیم با دیدیم که خیلی کار جدی بعد رفته ایستاده با قضیه نوار گرفتیم. من یک هنرمندی هستم که با همه یک چی گدا باشه، چی بوی باشه، پادشاه باشه، چی دیگه چی در مسلمانی ما جدا کردگی نیست. ناتسیا ملت مقصد قیفه رو جدا کردگی نیست در مسلمانی ما. باید با همه یک بدن در کار. این تنه که وای مثالی گپ بگیریم وای برهایی اومد خطی وای گپ نزنم. ما وای میتونم که نصیحت کنم رای خوب داد رویم. مقصد وای بیزه وای مقصد دیوانه ما وای خطی معامله نکنم. وایم مخلوق خدای ما مخلوق خدایم. باید با همه یک بدن در کار. یعنی همین موضوع شما را به تشویش آورد که پیدا کنید حقیقتش رو با مردم نشون دهید. همین کارو کردم. تشویش قلبی خود باور کردید که این ما باور میکنی زیغ شدم. گفتم چخیل کسا میگن مرد آدم زیغ نشم. در فکرتون چی اومد صدمه کرده باشد؟ ما گفتم که همین خیلی میشو که نگه
ای چی نوبهنگم گفتم خیلی میشه که یکی هم خیلی شده باشه در صدمه دو چور شده بنده خیلی بنده دم گفت یعنی یک دم دمیم برید آدم و دم. آره خواطر شدم زیقم شدم که خیلی یافتم بخور ساز ولی شما توانستید اثبات سازید که در حقیقت رفعت زنده است و سخنهای او را به مردم اثبات ساختید. بله. سوال دیگر راستش رو گفت بعدی حاجی شدن به عشق بازی هم نقطه گذاشتید یا کم کم زیر پوست هست؟ دیگه راستی گپ سین سال وابسته همین بعد ای هر یک شخصیت هر یک انسان خودش آیسته همین کارو میگه ای دل تو دویدی بس کن در موی سرت سفیدی دیدی بس کن هر چند دویدی از پی لاله رو خان چیزی اکنون ندیدی بس کن اکما در موی سرمون در ریشمون یک تا سفیدی را دیدیم دیگه بس کردیم پیش حاجی شدن بس کردیم بهترین همه دوستا همه رفیقا همه نفران که در گرد و اطراف من میدونن که من این کارا را دیگر نیستم یگان شب نشینی یا اینکه یگان بانکت و پرازنیکو به اشتراک دوست مراد شریفوف نمیگذشت زمانه و خمار اون روزها شما رو به طاقت نمیگردونند؟ خمار اون روزها نه من راست گپ بگم اول همه چیزها در جانم زد در دلم زد خداوند خودش توغوری کرد که مرا الکای در جانم زدگی بودم میکو یگام شب نشینی میگفتن یگام بانکت میگفتن یا که یگام کار میگفتن که من الکای زیق میشیدم نمیخواستم رفتم همه خشیدگی بودم که مرغ دلم مردگی بودم خیلی کار بودم فقط میخواستم که در کسب خودم یگام چی ایجاد کنم در کار خودم یگام نویگری کنم حاضرم دلم فقط در یک چیز جوش میزنه که من یگام چیزی نکردم پیشکش خلق که در آینده برای نام ما بمونه چیزی کردیم سردستکی بود روکی بود میخوام که یگام رژیسور پیدا شه یا که خودم بکنم یا که یگام کس پیشنهاد کنه یگام کینو فیلمه که کنیم که به مثل حضرت یوسف و به مثل دیگر فیلم‌های تاریخی در تاریخ بمونه حاضر میخوام که گروغلی را بکنیم میتونیم که ما گروغلی خودمون بکنیم با میتونیم که کینای رستم و سهراب منظمونوی کنیم به مثل تروی و دیگر چندین ایده ها هست میخوایم که بکنیم همین کارا را انشالله در دل نیتمون است. امروز نظر شما با یوماریستان و حشرنگاران جوان چی گونه است؟ میگفتید نظر خشم نه زینه باش سوال خوب دادی هر چی تنقید است تعریف است بی‌ملال بتونید همین سوال دادی موی تنم خیز یه وقت در حقیقت کجای میرفتم همه در خورد نبودم همه در چای میکشیدم کجای میرفتم معرکت توی همه صنعتکارا من مایده بودم سال 2002 3 4 5 6 همه صنعتکارا خردترینشان ما بودم با همه جا میگفتن که مایده بدو این کارا که بدو چای دام که جایی که میرفتیم در معرکه هم در شب نشینی هم در این که جای نشستگیمون بعد بسیار همه دا که جایی که میشتم دیگرها رو نمیگفتن مرا میگفتن که تو جوانی فقط مرا چی میگن نقی کردم میگفتن که تو خیلی کردی باید و مرا گفتن همه من خیلی عبرت گرفتم چیزی شیدم نشیدم من میخشیدم من این هازی جوانایی را میبینم که عموما به طلبات جواب نیستن نه که من هیچی گفتن نمیتونم زندگی همین خیلی اومده زندگی پستی و بلندی ها داره در پستی حج وای حاضر میگه نگاه دوای دفشه نبینم افتکی رنگی الماستی کیم چی اگر او وقتو ای گپا رو من میگفتم ممکن مرا ای صنعت تاجیک دفع میکردن اون استادوی من لیکن حاضر بین که همین چیزا رو با مردم قبول داره من برام ایستادم گفتم بیام ما دیگه چی رنگی دیگران مرا نقی میکردن من یک از دیگر نقی کنم من ایوایو عبرت گرفتم و اون چیزی که وایو مرا گفتن و نقی کردن من دیگه اصلا نمیگم برای چی که همه چیزا بگویی نگی طلبات مردم در همه ممکن میگم من در بخیلی که هستم مرا مخلصم مقصد 50 کس باشه همونجا ده 25 کس مخلصیش کرده است میگه من در بخیلی که هستم البته من خیلی شونه میگم با این شعرهای حاضر ربی در این موشنو میشینی الکای میمونن این جوانای حاضر رپ میخونن این یک تاش دادن بود خیلی رپ اونم رپ یا خیلیش گپ زده سینم خیلی ما چم گفتم و چم نرفت و چم حج میرا من نتونستم روی کدا دیگه ما بالا کدا اوتام روی میکنم اینم خیلی گفته است من تنقید چون کردن نیستم یگم لیکن همورا که خلق قبول کردای خوش باهاشون که ما میستم تماشا میکنم دیگه و دیگه دولت‌ها را همین خیلیش دیگه ایران هم بین دختراش برو اومدن پریچوسکاشون نیمش زرد نیمش سیاه کردگی
هم خیلی گفته است عشق ما ستاره آسمانی ما زمین در ما در زمینم تو در هوا هم خیلی گفته استن مردم گوشون کده است تماشاشون کده است ما یگام ایراد هم نمیگیریم یگام چی هم نمیکنیم این دو قصه رو چی میتواند که از بین ببرد تنها خلق خلق یا اینکه نظارت خلق اون چیزی را که مسئله صنعت ده خلق برای هم خیلی گفته که صنعت از اون خلق چیزی را که خلق قبول کرد ای دست یگام که از یگام چی نمیوید بله 100 نظارت که ای دست هیچ کسی چی نمیوید برایش که او را پناهی و پنهانی یا که یک بار تماشا کنه ای تلفنش رو دلیت میکنه وقتی نظارت شد نکیم در کلاش فلش کارت کلاش در سخرانی دست میره و جمعی دوستات با یاد یک کسی دیگر میاره میگه فلان چه خیلی گفت این صنعت از اون خلقه ما با فکری ما چیزی که خلق قبول کنه ای دست یگام کس یگام چی نمیوید راست گپ بگم یک خیلی وقت ایادم میبره در کسم پول بگیرم همین خیلی میبرم میرم شکرانه ملتی تاجیک میکنم شکرانه برادرام میکنم نه خیلی به پول میرم کاری 2,000 تومان رو همین خیلی بود میکنم خودم میام میگم شکر خدا ایربی من باید در همین کارم 2,000 تومان رو از خود میکردم میگم ایربی کار ما همین خیلی بود شده درک نیفتم ایش نه خیلی جدا میرم در زاپراوکا میدرم بنزین زاپراوکا هستم اینای ما برایزش هستن خیلی بچه‌ای که کیا نمیشناسن دست بخیر اینای ما با کمی اجرا پر که بود دیگه جوش میرم این نمی خیلی شکری خدا جوش میرم که در کیسم خیلی پول هست در جیبکم یا خیلی مغازین نمیدرم همین چیزا میدونم که همین چیز 10 سومن شما پول دارین میگم برو 50 سومن میفروشم خیلی نه نگفتم میگه محل شما ریزو باشین میگه میگیریم میریم همین زندگی پستی و بلندی ها داره نکم وقتی که آدم نام داره کمک فکر میکنم که شکر خدا کدام در کار آدمای نام دارن شکر بگن که خداوند در دیده مردم جوشون کده یک کس نه یک از مبانی 100 کس یا که مبانی 10 کس یک نفر یاردمش میکنه نمیجد ماشین دوم بره 10 کس ایستادگی باشه 3 تاش ماشین تا کاپوچه میبردارن یا میبینن میگن ای خیلی هم دارن یا تا اوستا میبرای سوز میکنن ماشین تا تله میکنن زودید میکنن یاردمت میکنن با خاطر شناخت شما پدر طرف نام داشتن شما بله دوست مراد سوال دیگر چنین است که شما همین حالا در پیش دوربین تماشابین در پیش دوربین ما میتوانید که نقشی بلاگر رو بازید که مقصد پندی روز رو گپ میزند دردی جامعه رو حرف میزند یک تجربه کنید که از شما هم میبره حوزی خیلی بسیار شده تلفن در زهری خیلی یا ما جهت خوبه ما بسیار تماشا میکنم وقتی که بیکار میمونم اینستاگرام میدرم همین ایرانی ها رو خش گوش میکنم باور که آبی دیدم میریزم میدونی کدام میش همین یک دو تا بچهای ایران هم با این بچهای تاجیک خمونم البته میگیرن تقلید میکنن یا هم خوب میکنن خوبه مقصد که درباره پدر و مادر درباره وطن نگه که درباره وطن بسیار صحبت میکنن درباره عشق و عشقی درباره خیلی هر چیز صحبت میکنن من میتونم خیلی صحبت میکنم در یادم برسونم تجربه بوی دارید حتما شما از اونش میبره اگر یکم شینم هوز در یادم برسونم هوزی میگم من بسیار گپ میزنم خیلی وقت شاشینده بودم میگه زن تا در وقتی به پلید میشناسی فرزند پدر تا در وقتی تقسیم کردن میراثش میشناسی انا فرزند خطا در وقتی پیرید میشناسی مقصد که پیر شدی به فرزند اگر یاردم کرد نشید فرزند خطا یاردم نکرد خیلی معنیش همین استاد در که هم میفهمم هم خیلی گپو میگم مخیرش نگو نه نه اینجا چورنی بیلی که وقتش میفهمم این خیلی گپوی چی را روی هم نکنه چون میبینم و سوال آخرین ما چنین است که نقشه های جدید دارید که تا امروز تماشابین نمیدونند که اون نقشه چی است بسیار نقشه دارم نقشه های ما بسیار در بسیار همین خیال میکنم که همین درن دیلم پری نقشه و ایده و هم خیلی چیزا هم خیلی خفته ایستادگان هم رو بیدار کردم نکنم فقط هر وقت دیدم یک ما بسیار یک روز پس یک خمار رو میگیره در هر جا که هستم هر جا سفر بین خلق دارم همون چیز مردگی است اگر من همین 2 روز در یک خونه بستم اوجه بیدار میشم چیزی هست که من نمیدونم او را هر هنرمندا احساس میکنن هنرمندا حس میکنن گپی مرا که من چی گفتم همون چیز همون ویروس بگیم همون دریخ خونده همون چیز هست اگر همین یک روز خورم خامخش رو بگیرم دوم روزه بخزم الکه یک چی چک کردم است که من باید یک چی ایده کنم باید یک چی در همون وقتش پیدا شدن میگیره همون چیزا خیلی بسیار ای نواز وقتی
تابستان که هست در آب بازیم در گشتیم کجا بگرم میریم این سو میریم ولی با وقتی زمستان کشید با وقتی ایده میشم در خونه خوبی برن خنکای با پیشکش مردم ان شاء الله چیزای خوب و خاطرمان میکنیم. дар шабакаҳои иҷтимоӣ чашмон ба як наворе рафт ки тамошобини зиёдро диққати тамошобини зиёдро ҷалб кардааст ба худ. шумо дар навор як марди калонсола я пиронсоларо нишон медиҳед ки ӯ дар ҳақиқат варзишгар аст ва бо як дасташ мезанад дару девор мекафад. Дилшод Мизиров мехоҳам дар ин бора гап занед. ҳамаи ростӣ гап айдиҳаи сантудаи мо аст дар левакани Сарбанд зиндагӣ мекунад. Сарбанд ҳози айни ҳол Сарбанд ном дорад, левакани ҳозира Сарбанд. Ростӣ гап бародар дар варзиш ҳам ҷавонӣ завқ дошт, бисёр одамо мешиносанд ва дар Москва бой мекунад. Виз уфтод ки ким кадом як спортсмени ҳам UFC ба мо ҷавоб гардонд ки ман тайёрам, ман меҷангам як американц. баъд дигар ҳози ростӣ гап ҳози ягон вай нашудааст. фақат ба мо ҷавоб гардонанд ки мо тайёрем. мо ҳам ҳайсе гуфтем тайёрем. ҳози ака намедонам хай ягон мақсад ягон кас ба мо совет диҳад мумкин ки ташкил кунем ҳамин корро хуб мешавад. ҳастанд бародаре ки мегӯянд ташкил кунем. иншоалло ки ин нафарро чӣ хел пайдо кардед ва аз куҷо медонистед ки мардум ба ҳайрат меоянд вақте навориҳоеро мебинанд? хай ҳар як чиз аввал дар дасти худованд аст. ин бародар мо кӯдакӣ мешиносем, медонем Дилшод Мизирова ва ҳамин хел шуд ки як реклама кардем. хуб шуд ҳоз бо даъватем бо иншоалло ки мерем ва дар хонааш ба чӣ кору боро машғула, фарзандоша чӣ хеле машғулиёт мета, шогирдоша чӣ хеле машғулиёт мета. ҳоли рафта бо барнома мекунем, иншоалло бо пешкаши мардум мекунем. бо мо шунидем ки шумо пинҳонӣ аз чашми мардум аллакай ӯро дар бой фурӯхтед. мақсад ки ба як сарпарасти ба қувват фурӯхтед ва рӯзҳои наздик ӯ дар хориҷа аллакай пауз мемед. не ва алкахаш дар Москва бисёр баромадо дорад, дар ютуб ҳаст. не ҳози ин хеле гапо нест, мақсад хеле чӣ нашудааст. тамошобинони азиз, ин буд барномаи исторавез. меҳмони нашри барномаи мо буданд Дӯстмурод Шарипов бо он бо лақаби ҳоҷи Дӯстмурод ки мардум эътироф карданд. Дӯстмурод, шумо дар охир ба тамошобини закии мо чӣ назар доред, чӣ гуфтан мехоҳед ва чӣ таманниёт? ман фақат як гап дорам ки худованди бузург давлати дунёро дар тори сармон бирезона, Тоҷикистон мона яке аз давлатҳои пешрафта кунад ки мо фақат анам хел тамошо кунем ва ҳаловат бибарем. ҳамавақт дар лабони модаромон, дар лабони ҳама миллати тоҷик ханда ҳувайдо бошад. Сарбаланду хонобод бошед. Миллати тоҷик, миллати тоҷдори тоҷикон сарбаланд бошед. тан сиҳату хотирҷам бошед. хайр.